در خطبه من یک دعا خواندم، دعای مأثوره هست، یعنی از رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا نقل شده است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم این دعا را کردن، خودشان برای خودشان کردن و ما و شما را تعلیم دادن، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم با قناعت ترین مردم بودند. ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که بعض وقت ما 2 مهتاب را سپری می‌کردیم، در خانه های ما آتش افروخته نمی‌شد. 2 ماه. پرسیدن که ای ام المؤمنین خوردنی شما چی بود؟ گفت که الاسودانی، آب و خرما. 2 ماه. یک روز نه، در بعض خاندان 1 بگه اگر آتش افروخته نشود، بر بالای اون زن و فرزنداش قیامت برپا می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دعا کردند: اللهم قنعنی بما رزقتنی، پروردگارا با آنچه که برای من روزی دادی، خدایا برای من قناعت هم نصیب فرما، من را قانع بگردان و آن روزی داده‌ات. و بارک لی فیه، پروردگارا در آنچه که برای من روزی داده ای برکت بیانداز. و اخلف لی علی کل غائبت لی بخیر، پروردگارا هر چه که از دستی من رفت در جایش بهترش را جایگزینی اون بفرما، چون که وعده الهی است: و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، آنچه را که شما صرف کردید خدا بهترش را جایگزینی آن میکند، در جای اون بهترش را میارد، جایش را خدا پر میکند و اون بهترین رزق دهنده ها است. این دعای مبارک هست، باید یاد کرده شود و به این دعا کنیم ما و شما دائما. اللهم قنعنی بما رزقتنی و بارک لی فیه و اخلف علی کل غائبت لی بخیر. ترجمه اش را هم دعا کنیم می شود: پروردگارا برای من در آن چی که برایم دادی در رزق و روزیم قناعت عطا کن و در روزی و رزق من برکت بیانداز و هر چی که از دست من می رود به بهتر یا بهترش را جایگزین و جانشین آن بگردان. می شود ساعت لحظه که اجابت دعا هست، خداوند متعال دعایت را قبول می کند. این صفتی حمیده و بزرگ نصیبت می شود. هم سعی و تلاش میکنیم و هم دعا میکنیم. به سعی و کوشش تنها هم اکتفا نمیکنیم، هم سعی و تلاش هم کوشش و دعا. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این چیز را برای ما و شما در زندگیشان در چندین مواقع و در چندین جایها تعلیم دادند. در غزوه بدر ببینیم صفها را رسول الله صلی الله علیه و سلم برابر میکند، همه آماده هستند و بعد اون به درگاه خدا دعا هم میکند. هم اسباب را اختیار کنیم و هم از خدا دعا طلب کنیم، کمک طلب کنیم. معنای لا حول ولا قوة
الا بالله هم همین هست. پروردگارا به این که ما را یاردم کنیم ما قوت نداریم که عبادت کنیم. به این که یاردم و دستگیری خودت نباشد ای خدا ما قدرت نداریم که خودمان را از گناه دور نگه داریم. لا حول، نیست هیچ مانعی از گناه، ولا قوت، نیست هیچ قدرت بر طاعت کردن، الا مگر اینکه این دو چیز حاصل می شود بالله العلی العظیم، با یاردم خداوندی بزرگ و والا و بزرگ. خدا که یاردمت کند، دستگیریت کند، هم عبادت کرده میتونی، هم خودت را از گناه دور نگه کرده میتونی. هم تخلیه می شود هم تحلیه می شود.